آنها هم غمزده هستند چون که بیماری در آنجا بسیار شد. بار خدایا اون جوانان زیبای ما را نگهبان باش، مشکلیاشون خدایا آسان کن، از این بیماری خدایا آنها هم نجات ده. خدا ساق و سلامت با سری بلند و وطن بازگشتنشون خدایا نصیب. خدایا واقعا شاید به سبب گناه ما این مشکلی رو بالای ما خودت آوردی. بار خدایا واقعا گناهگاریم، واقعا پیش تو شرمندیم، واقعا تو را نشناختیم، واقعا نعمتهای تو را نشناختیم، واقعا شکر تو را به جا نیاوردیم. سبحانک ما شکرناک انت شکرک. خدایا خودت فرمودی که در همه حالت ها من به فریاد بنده میرسم و